Hey mates, how you doing? I'm Vince and this is Vince's Athenium. Welcome. رفقا توی ویدیو قبلی رفتیم که زبان رو از دل پادکست ها یاد بگیریم. یا سازریم به پادکست تتاک و اونجا یه سخنرانی رو با هم دیگه داشتیم که سخنرانی خانم ژوان داویلا بود. و توی این سخنرانی این خانم مشخصا راجع به در واقع یک رابطه عاطفی سالم داره صحبت میکنه. سخنرانیشون رو به 5 بخش تقسیم کردیم و توی اون 3 قسمتی که توی ویدیو قبلی بهشون پرداختیم، ایشون میاد معیارهای یک رابطه سالم رو بهمون میگه، در واقع a healthy relationship، که یک رابطه چه ویژگی‌هایی داشته باشه میتونیم بگیم اون رابطه سالمه. راجع به معیارهای یک رابطه ناسالم هم صحبت کرد و راجع به یه سری آموزش‌ها و مشاوره هم صحبت کرد که موجود هستن و خوبم هستن اما کافی نیستن و کارساز نیستن، نمیتونن کمکمون کنن که ما بتونیم یک رابطه عاطفی سالم داشته باشیم. مثلا راجع به couples therapy صحبت کرد، راجع به premarital education صحبت کرد و گفتش که اینا یا اصلا کافی نیستن یا افراد موقعی میان سراغشون دیگه کار از کار گذشته یا اصلا کلا دیر شده، it's too late، و یه سری نقدها رو حالا به این مشاوره ها آموزش‌های موجود وارد کرد که حالا اگه می‌خوایم بیشتر با این معیارها آشنا بشیم، معیارهای رابطه سالم و ناسالم و نقدهاش رو بدونیم به این مشاوره آموزش‌هایی که موجود هستن، حتما سر به ویدیو قبلی بزنین. اونجا هم راجع به اینا صحبت کردیم و هم چند تا کلمه و اصطلاح انگلیسی از دل این بخش از پادکست یا لکچر با هم دیگه یاد گرفتیم. حالا این نقدها رو وارد کرد ولی راه حل هم میده در ادامه سخنرانیش. میگه ما مثلا می‌خوایم رابطه سالم داشته باشیم، باید در واقع مهارت عاطفی داشته باشیم، romantic competence. و حالا تو این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه راجع به این مهارت‌ها یاد بگیریم و البته اون کلمات کلیدیش رو هم با هم دیگه یاد بگیریم. یعنی اون کلماتی که واسه هر کدوم از این مهارت‌ها استفاده می‌کنه جزء کلمات پرکاربرده که علاوه بر بحث مثلا روانشناسی و اینا تو زندگی عادی هم خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و زیاد میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس بریم ببینیم که چجوری میشه یه رابطه سالم رو ساخت و به دستش آورد و چند تا کلمه اصطلاح با هم دیگه یاد بگیریم. پس ادامه ویدیو رو با هم همراه باش. همونطور که توی مقدمه ویدیو گفتم، ایشون صرفا نیومد یه سری معیارها رو به ما اعلام بکنه و یه سری نقدها رو وارد بکنه و بعد بذاره بره. در ادامه سخنرانیش میاد راهکار هم ارائه میکنه که ما چیکار میتونیم بکنیم که اون رابطه سالم رو به دستش بیاریم یا بسازیمش. و راجع به این صحبت میکنه که ما از ابتدا یه سری چیزا رو باید بدونیم، یه سری چیزا رو باید بلد باشیم و وقتی هم که میگه ابتدا، صرفا منظورشون ابتدای رابطه نیستش. به قول خودش میگه the beginning، از همون اول. شاید بشه گفت مثلا از همین الان، حتی فرقی نمیکنه الان تو رابطه هستی یا تازه میخوای شروع کنی وارد رابطه بشی، اصلا میخوای تازه پیشنهاد بدی یا اصلا ممکنه تو رو کسی کراش نزده باشی، فرقی نمیکنه تو چه استیجی هستی الان. مهم اینه که از هر موقعی که میتونی، به محض اینکه میتونی، شروع کنی این مهارت‌ها رو روش کار کردن و اینا رو یاد بگیری، روشون کار بکنی. و راجع به این صحبت کنه که قبل از اینکه ما وارد رابطه بشیم یا حتی اصلا قبل از اینکه تصمیم بگیریم حتی وارد رابطه بشیم، یه سری چیزا رو ما باید بلد باشیم. باید بدونیم که آقا مثلا از یه رابطه ما چی می‌خوایم، چه انتظاراتی داریم و چه نیازهایی داریم، یا اینکه شخص مناسب ما چه شخصی هستش و چجوری اون شخص رو انتخاب بکنیم، یا اینکه مثلا وقتی هم که وارد رابطه سالم شدیم چجوری اون رابطه سالم رو حفظش بکنیم و نگهداری بکنیم ازش، و اگر هم متوجه شدیم که در واقع اون رابطه ناسالم هستش یا مثلا شخص مناسب اون نیست طرف، چجوری از اون رابطه بزنیم بیرون. و ایشون حالا با همکارش سری تحقیقات کردن، سری پژوهش‌ها کردن و مثلا ایراده و باگای پژوهش‌های قبل خودشون رو با هم دیگه پیدا کردن و تهش به یه مدلی رسیدن و تهش به این نتیجه رسیدن که ما یه سری مهارت‌ها باید داشته باشیم که اسمشون رو گذاشته romantic competence یا مهارت یا توانایی عاطفی، که حالا در ادامه قراره که با هم دیگه یاد بگیریم این مهارت‌ها چیا هستن، این سه تا فاکتور کلیدی که ما باید حتما بلد باشیم واسه ساختن این رابطه سالم چیا هستن. اما قبلش با هم دیگه بریم این کلمه کامپتنس رو یاد بگیریم و راجعش صحبت کنیم، بعد حالا به اون سه تا هم میرسیم. اولین کلمه‌ای که قراره با هم دیگه یاد بگیریم کلمه کامپتنس هستش. اول به تلفظش دقت کنین، استرس رو همون بخش اولی کلمه است. میگم کامپتنس. حالا به چه معنیه؟ اینو شاید علاوه ریشه شناسی نشه به معناش پی برد به معنای دقیقش، چون در طی زمان نظر معناش فرق کرده، ولی دونستن ریشه هاش جالبه و میتونه باعث بشه که یه جرقه تو ذهنتون بخوره و یه ارتباطی بین این سری کلمات پیدا بکنین و چند تا کلمه رو به صورت پکیجی با هم دیگه یاد بگیرین. این کلمه از ریشه لاتین کامپتره میاد و خود کلمه کامپتره از 2 بخش تشکیل شده. بخش اولش کام که به معنی together یا با هم دیگه هستش و بخش دومش پتره
که میتونه معنی seek بده، یعنی در جستجوی چیزی بودن یا چیزی رو مطالبه کردن یا خواهان چیزی بودن، در پی چیزی بودن. یا میتونه معنی strive هم بده، به معنی تلاش کردن، کوشش کردن، و معنی رقابت کردن هم میتونه بده. یعنی مثلا ترجمه قدیمیشو بخوایم در نظر بگیریم، احتمالاً به عنوان مثلا با هم دیگه رقابت کردن، با هم دیگه تلاش کردن یا با هم دیگه در جستجوی چیزی بودن یه همچین معنی داشته. حالا موقعی که گفتم رقابت کردن، شاید یک کلمه تو ذهن جرقه خورده باشه و اون کلمه competition هستش و اتفاقا این جرقه کاملا درسته، چون این دو تا کلمه با هم دیگه هم خانواده هستن. competence و competition با هم دیگه هم خانوادن و از یه ریشه میان. ولی خب میگم در طی زمان این معنی کلمه competence یه ذره عوض شده و در واقع با یه معنی دیگه ای به کار میره امروزه. حالا معادله فارسیشو بخوایم بگیم، مثلا میشه گفت صلاحیت، شایستگی، مهارت، توانایی، که حالا تو این کانتکست صحبت خانم جوان ما هم مهارت و توانایی بهتره که در نظر بگیریمش. حالا تعریف انگلیسیشو بخوایم با هم دیگه بخونیم، the ability to do something successfully or efficiently، یعنی که در واقع توانایی این که بتونیم یک کاری رو با موفقیت یا به صورت موثر و کارآمد انجامش بدیم. این یه تعریفشه. تعریف دیگهش having the knowledge and skills needed to do something well، این که در واقع داشتن دانش یا مهارت مورد نیاز برای اینکه بتونیم یک کاری رو به خوبی و به درستی انجامش بدیم، که معادله فارسیش هم گفتم صلاحیت، شایستگی، مهارت و توانایی. و حالا چند تا کالوکیشن رایج رو بخوایم با هم دیگه ازش یاد بگیریم. مثلا میتونم به اینا اشاره بکنم: professional competence، یعنی توانایی یا صلاحیت حرفه‌ای، که حالا توی کانتکست میتونه معنی صلاحیت بده، میتونه معنی توانایی بده، بستگی به کانتکستشه، فرق نمیکنه. یا language competence، مهارت زبانی، مهارتی که مربوط به لنگویج یا زبان باشه. یا social competence، یعنی مهارت یا توانایی اجتماعی. حالا از بین فعلایی که میتونیم واسش استفاده بکنیم، مثلا من میخوام بگم که فعل مهارت رو من باید تو خودم مثلا پرورش بدم یا مثلا چی میگن کسبش کنم، توسعهش بدم. یکی از فعلایی که میشه واسش استفاده کرد فعل develop هستش. پس میتونم بگم مثلا develop competence، یکی از فعلایی که میشه واسش به کار بره. اگر هم بحث نشون دادن اون مهارت یا توانایی باشه، یه فعلی که میتونیم براش استفاده بکنیم فعل demonstrate هستش. مثلا demonstrate competence، یعنی نشون دادن توانایی یا مهارت، یا حالا شاید هم صلاحیت و شایستگی، بسته به کانتکستش. حالا تو قالب مثال بخوایم این کلمه رو یاد بگیریم، مثلا she has the competence to lead a successful team، یعنی اون توانایی یا شایستگی رو داره که در واقع یک تیم موفق رو هدایت بکنه. یا مثلا romantic competence helps people build healthier relationships، یعنی این توانایی عاطفی که داریم می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، بیشتر راجعش بدونیم، این توانایی عاطفی یا مهارت عاطفی به مردم، به افراد کمک کنه که روابط سالمتری بسازن. یا years of practice improved his professional competence، یعنی سالها تمرین در واقع توانایی حرفه‌ای اون رو، یا حالا شاید هم صلاحیت که ندیگه، هم توانایی اینجا بگیم چون راجع به تمرین داریم حرف می‌زنیم، توانایی حرفه‌ای اون رو افزایش داد یا بهبود بخشید. پس این کلمه competence. حالا بریم ببینیم خانم جوان دیگه راجع به چیا حرف میزنه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اینو بگم که امیدوارم این نور جدید اوکی باشه، چون قبلی واسش یه مشکلی پیش اومد و مجبور شدم عوضش بکنم. حالا نمیدونم کدوم بهتره. اگرم خواستین اصلا توی کامنت ها واسم بنویسین، اگه این بهتر بود توی کامنت ها واسم بنویسین که از این بعد اصلا از همین استفاده بکنم. ولی یه مشکلی پیش اومد، مجبور شدم عوضش کنم. امیدوارم که آزاردهنده نباشه. حالا توی ادامه ویدیو خانم جوان میره حالا سراغ اون سه تا مهارتی که ما باید یاد بگیریم واسه اینکه به اون رابطه سالم برسیم. و اولین موردی که بهش اشاره میکنه اینسایت هستش، که خود این کلمه اینسایت رو قراره با هم دیگه یاد بگیریمش. حالا فعلا واسه اینکه یه معادلی واسش در نظر بگیریم، کارو در بیاریم تا برسیم به یادگیریش، فعلا میتونیم به عنوان بینش یا درک عمیق در نظر بگیریمش. حالا منظورش از این کلمه اینسایت دقیقاً چیه؟ در واقع جوری مربوطش به یه حالت آگاهی یا درک یا حتی یادگیری. حالا توضیح میدم راجع به هر کدوم از اینا. و میگه که در واقع این مهارت اینسایت یعنی که خودمون رو مثلا بهتر بشناسیم، بدونیم که مثلا کی هستیم یا چرا یه سری کارا رو انجام میدیم یا چه نیازهایی داریم، چه چیزهایی میخوایم. یه جوری میشه گفت اصلا خودآگاهیه. یعنی حتی میشه گفت کلمه مایندفولنس خیلی میتونه نزدیک باشه که در مورد خودمون بیشتر بدیم و با خودمون بیشتر آشنا بشیم و بیشتر خودمون رو بشناسیم.
حالا چند تا مثال هم میزنه. مثلا میگه اگه ما اینسایت داشته باشیم، اون درک عمیق یا بینش رو داشته باشیم، چی میشه؟ مثلا فرض کن که با پارتنرت بحثت شده و اگه تو این اینسایت رو داشته باشی، در واقع ممکنه به این پی ببری که مثلا دلیل اینکه تو با پارتنرت بحثت شده این نبوده که مثلا اون یک کار اشتباه کرده. ممکنه مثلا توی محیط کارت مثلا یه شرایط پرتنش یا استرسایی بوده باشه و اون مونده توی وجودت، حالا اومدی سر پارتنرت خالی کردی و اون در واقع باعث شده که بین شما یه بحث به وجود بیاد، نه اینکه مثلا پارتنر روزانه کارش خیلی بد بوده باشه. یا مثلا میگه که حتی ممکنه در مورد درک طرف مقابل هم باشه یا شناختن طرف مقابل هم باشه. این اینسایت صرفا مربوط به شخص خود ما نیست. مثلا میگه که فرض کن با پارتنر میخوای بری سر یه دیتی و سر اون دیتش دیر میاد. اگه اینسایت نداشته باشی، ممکنه این قضیه رو به خودت بگیری و فکر کنی که مثلا شاید تو کم ارزشی یا شاید تو یه کاری بدی کردی یا یه کلا ایرادی مثلا تو این رابطه با تو هست و ممکنه فکر کنی که زیاد با تو حال نمیکنه که مثلا دیر میاد سر قرار، در صورتی که ممکنه این دیر اومدن اصلا بخشی از وجود طرفشه، بخشی از هویت طرفشه. کلا اینجوریه که سر هر قراری بخواد بره دیر میره. و اگه اینسایت داشته باشی و با طرف مقابلت خوب آشنا شده باشی، احتمالاً پی میبری که این یکی از اون ویژگی شخصیتیشه و مثلا به خودت نمیگیری بخوای ناراحت بشی. یا یکی دیگه از مثالایی که میزنه، در واقع نمونه هایی که میاره واسه اینکه اینسایت چرا خوبه، اینه که میگه این اینسایت میتونه باعث بشه که پیامد کارهات رو هم بتونی پیش بینی بکنی و راجعشون دقیق‌تر فکر کنی، دقیق‌تر ارزیابیشون کنی. مثلا ممکنه تو یه شرایطی تصمیم بگیری که مثلا یه تکسی واسه پارتنرت بفرستی، مثلا یه مشکلی پیش اومده، بعد می‌خوای یه تکسی رو که تو ذهنت هست اونو واسش بفرستی. بعد اگه اینسایت داشته باشی، عواقب این تکست رو پیش بینی می‌کنه. حالا لحنی که توش داری به کار میبری یا مدل فرستادنش یا اصلا حتی صرفا این ماهیت تکست بودنش، ممکنه مثلا به این پی ببری که آقا این تکست خوب نیست، اصلا بهتره مثلا بهش زنگ بزنم، با هم دیگه مثلا تلفنی حرف بزنیم، صدای همدیگه رو بشنویم. اگه اینسایت داشته باشی، عواقب کارهات رو هم میتونی تا حد خیلی زیادی پیش بینی بکنی و سعی کنی تصمیم‌های عاقلانه تری بگیری. یا یه نمونه دیگه ای که اشاره میکنه این که مثلا گفتیم یکی از این در واقع چی میگم فاکتورهای اینسایت داشتن اینه که خودت رو بشناسی دیگه، که چرا یه سری رفتارها رو انجام میدی. مثلا ممکنه شخصیت طوری باشه که زود از کوره در میری، زود عصبانی میشی، زود کلافه میشی و اگه اینسایت داشته باشی میدونی که این ویژگی رو داری و حتی این رو هم میدونی که خیلی مواقع این ویژگیت ممکنه به رابطه آسیب بزنه، یا حداقلش اینه که اگه یه موقع از کوره در رفتی سریع بتونی خودت جمع جور کنی، چون اونجا متوجه میشه که این مثلا به خاطر زود رنج بودن توئه و ممکنه لزوما اون کاری که پارتنرت کرده زیاد مثلا کار بدی نبوده باشه. کلاً اینسایت داشتن یا این درک عمیق یا این بینش میتونه کمک بکنه که خیلی بهتر رابطه رو پیش ببری و هم خودت رو بشناسی، هم طرف مقابلت رو بشناسی و عاقلانه ترین تصمیم‌ها رو واسه اون رابطه بگیری، یا اصلا واسه قبل رابطه. مثلا اینکه چه تیپ شخصیتی مناسب تو هستش، اینکه اینسایت داشته باشی، نیازهاتو بدونی، خودت رو بشناسی، تا حد خیلی زیادی میتونی دقیق‌تر و درست‌تر انتخاب کنی که چه شخصی واسط مناسبه، با کی وارد رابطه شی. مثلا خیلی هستن که الگوهای ناسالمی هستن توی انتخاب پارتنرن و میان سراغ کسایی که دقیقاً نقطه مقابل اونهاست و این الگوهایی ممکنه تکرار هم شده باشه تو طول زندگیشون. اینسایت داشتن میتونه به این قضایا هم کمک کنه، پس هم به قبل رابطه و حتی قبل از انتخاب فرد مناسب مربوط میشه، هم به حین رابطه. حالا بریم کلمه اینسایت رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول تلفظش رو دقت کنین. میگم اینسایت. اساس رو اون بخش اول کلمه هستش. اینسایت به چه معنیه؟ اگه بخوایم ریشه کلمه رو بررسی کنیم، بخش اولش، بخش این، به معنی درون یا داخل هستش و سایت مشخصا با املای SIGHT به معنی دید هستش. ترجمه تحت لفظیش چی میشه؟ میشه دیدن درون. ما توی قسمت قبل چی ترجمهش کردیم؟ گفتیم بینش یا درک عمیق. دقیقاً همینه دیگه. اینکه ما بخوایم به درک عمیقی از چیزی یا کسی برسیم، باید درونش رو کنکاش کنیم، درونش رو ببینیم. همون چشم بصیرت است که مثلا میگیم، دقیقاً یه همچین حالتی داره. پس اینسایت به معنی بینش، بصیرت یا درک عمیق از یک فرد یا از یک موضوع موقعیتی هستش. تعریف انگلیسیشو بخوایم با هم دیگه بخونیم، میگه که a deep and accurate understanding of a person or situation. یک در واقع درک عمیق و دقیق از یک شخص یا موقعیت. پس بینش، درک عمیق، بصیرت. و چند تا کالوکیشن رایج هم بخوایم باش یاد بگیریم. مثلا اگه میخوام بگم که نسبت به فلان چیز یه درک عمیقی به دست آوردم، اینجا براش میتونم از فعل gain
استفاده بکنم. مثلا میگم gain insight into. حالا توی مثال هم اینا رو ما با هم دیگه کار میکنیم، چند تا از کالوکیشن ها رو. یا مثلا یه مسئله یا یه کسی یه بینشی رو به شما ارائه میده، در واقع به شما نسبت به یه کسی یا چیزی یک درک عمیقی ارائه میده یا یه بینشی بهتون اضافه میکنه، بهتون میده. اینجا میتونم از فعل provide استفاده بکنم. مثلا میگم provide insight into. یا مثلا میخوام بگم که فلان درک یا فلان در واقع بینش با ارزشه، میگم valuable insight. یا مثلا deep insight، بینش عمیق. حالا توی قالب مثال بخوایم اینا رو یاد بگیریم، مثلا she gained valuable insight into her own behavior. اینجا الان دو تا از کالوکیشن ها رو با هم دیگه داشتیم، یعنی که او درک عمیقی از رفتار خودش پیدا کرد. یا مثلا میگم که this TED Talk provides insight into healthy relationships. یعنی که این TED Talk یا حالا این قسمت از TED Talk یه بینش عمیقی به ما میده از در واقع روابط سالم، این که مثلا یه رابطه سالم چه شکلیه. Experience gives us insight that books cannot. این هم عقیده خیلی همونه که تجربه بینشی رو به ما میده که کتابا نمیدن یا نمیتونن بدن. پس این کلمه insight. حالا بریم سراغ ادامه مبحثمون. حالا مهارت بعدی که راجعش صحبت کنه مهارت mutuality هستش که این کلمه حالا توی فارسی معادله مختلفی واسش در نظر گرفته شده، ولی راستش هیچ کدوم به دلم نشست. ترجیح دادم که با توجه به صحبتایی که از خانم جوان شنیدم راجع به این مهارت که راجعش ما حالا صحبت کنیم، ترجیح دادم حالا ترجمه بکنم مثلا دو سویه گرایی، یعنی که همه چیز رو دو سویه و دو طرفه نگاه کنیم و ببینیم. یعنی چی؟ یعنی که آقا توی رابطه ما این رو متوجه باشیم و حواسمون باشه که هم خودمون یه سری نیازها داریم و هم طرف مقابلمون یه سری نیازها داره و جفت این نیازها در واقع اهمیت دارن و مهمن و باید تلاشمون رو بکنیم که برطرف بشن. مثلا فرض کن که تو یه ایونتی رو میخوای بری و اون ایونت واسط استرس‌ساز و اگه پارتنرت پیشت باشه احساس آرامش بیشتری میکنی و ترجیح میدی که اون ایونت رو پارتنرت هم باهات بیاد. اگه این میوچوالتی رو داشته باشی چه اتفاق میافته؟ اولا که نیاز خودت رو واضح بیان می‌کنی، میگی که آره مثلا چه ایونتی هست و دلم می‌خواد که تو پیشم باشی و اینجا داری واسه نیاز خودت ارزش قائل میشی و این رو واضح و شفاف بدون کنایه و اینجور داستانا بیانش می‌کنی. و اگه اون طرف مقابل تایم میوچوالتی رو داشته باشه، اگه بتونه، اگه تایمش آزاد باشه، سعی می‌کنه که حتما باهات بیاد. چرا؟ چون اون هم واسه نیاز تو ارزش قائله و تلاشش رو می‌کنه که اون نیاز تو برطرف بشه. یا مثلا ممکنه که پارتنرت اینجوری باشه که هر روز صبح حتما لازم باشه که مثلا بره باشگاه. اگه نره باشگاه مثلا احساس کنه تو طول روز ممکنه یه ذره حالش گرفته باشه یا کسل باشه، ولی اگه باشگاه بره احساس سرحال بودن میکنه. ولی تو از طرفی ممکنه شخصیتت اینجوری باشه که مثلا ترجیح میده مثلا پارتنرت خونه پیشت باشه و اون مثلا باشگاه رو نره. اینجا اگه میوچوالتی داشته باشی با این قضیه کنار میای که پارتنر من نیاز داره بره باشگاه چون حالش بهتر میشه و سرزنده‌تر و در واقع تو روز پر انرژی تره. اینجا در واقع فداکاری میکنه، تصمیم میگیری که مثلا فداکاری از خودت نشون بده واسه اینکه حال پارتنرت بهتر باشه، خوب باشه. یا یه نمونه دیگه، فرض کن که مثلا توی رابطه هستی و یه جاب آفر داری، یه پیشنهاد شغلی داری که ممکنه خیلی از تایمت رو بگیره، حالا یا مسافت دوره یا کارش خیلی بیشتره و این میوچوالتی در واقع میتونه کمک بکنه که توی تصمیم هایی هم که توی رابطه میگیرین در واقع دقت عمل بیشتری به خرج بدین و تصمیم‌های بهتر و درست‌تر و مناسب‌تری رو بگیرین. مثلا توی همین مثال، مثلا تو با پارتنرت اینو در میون میذاری، میگی که مثلا آره فلان پیشنهاد شغلی دارم، خیلی شرایطش خوبه، ولی ممکنه باعث شه که من تایم کمتری رو مثلا پیشت باشم. اما حالا مسئله من اینه که اگه مثلا من بهت قول بدم که تمام تلاشمو بکنم که حتما یه تایم مشخصی رو مشخصا پیش تو باشم و در واقع جبران بکنم اون کم بوده کنار هم بودن رو، میتونی با این قضیه کنار بیای و با این قضیه اوکی هستی که مثلا من این پیشنهاد شغلی رو قبول بکنم و شرایطمون رو یه ذره بهتر بکنم. اینجا در واقع با هم دیگه فکراتون رو میذارین رو هم دیگه و واسه نیازهای هم دیگه و نیازهای رابطتون ارزش قائل میشین و سعی میکنین که یه راه حلی واسش پیدا کنید. پس این میشه میوچوالتی. حالا بریم خود کلمه رو با هم دیگه یاد بگیریم. بریم که کلمه میوچوالتی رو با هم دیگه یاد بگیریم. اول به تلفظش دقت کنیم. میگم میوچوالتی، میوچوالتی. اون استرس اون بخش چوا هستش. میوچوالتی. حالا یعنی چی؟
این کلمه از کلمه میوچوال میاد که ممکنه شما این کلمه رو توی فیسبوک و فضای مجازی دیده باشین. مثلا میگم میوچوال فرند، یعنی دوست مشترک. فرض کن من با A دوست هستم و جفتمون با شخصی که مثلا B باشه دوستیم. اینجا B دوست مشترک من و A هستش. دوست جفتمونه، دوست مشترکمونه. میگیم میوچوال فرند. و میوچوالیتی حالت اسمش هست. کلا این پسوند ITY رو ما غالبا آخر اسم ها میبینیم. مثلا responsible مسئول، responsibility مسئولیت، یا possible ممکن، possibility امکان. همونطور که میبینین ITY رو ما غالبا آخر اسم ها میبینیم. و میوچوالیتی هم دقیقا حالت ناونشه، یعنی اون حالت مشترک بودن یا تعامل متقابل، رابطه متقابل، و یا مثلا دیگه چی میشه، مثلا دو طرفه بودن یا همون دو سویه گرایی که راجعش صحبت کردیم. حالا تعریف انگلیسیشو بخوایم با هم دیگه بخونیم: The quality of being mutual, sharing feelings, responsibilities or benefits equally. یعنی اون حالت میوچوال بودن یا همون مشترک بودن، اینکه ما احساساتمون رو، مسئولیت‌هامون رو و منفعت‌هامون رو به صورت برابر با هم دیگه تقسیم کنیم و به اشتراک بذاریم. اینو میگیم mutuality. حالا چند تا کالوکیشن رایج رو بخوایم باهاش یاد بگیریم. مثلا mutuality in relationships، یعنی تعامل دو طرفه در روابط. یا مثلا sense of mutuality، یعنی حس دو طرفه بودن. یا اگرم فعل بخوام واسش استفاده کنم، مثلا میخوام بگم که ما تو رابطه باید این میوچوالیتی رو بسازیم. واسه ساختنش یا به وجود آوردنش میتونیم از فعل build استفاده کنیم. build mutuality. حالا چند تا مثلا بخوایم باهاش کار بکنیم و یاد بگیریم. مثلا healthy relationships require mutuality، اینکه روابط سالم نیاز به تعامل دو طرفه دارن. یا mutuality means caring about both people. mutuality یا اون دو سویه گرایی یا اون تعامل متقابل، تعامل دو طرفه، به این معنیه که به هر دو طرف اون ارتباط اهمیت بدیم. حالا فرق نمیکنه ارتباط عاطفی یا هر چی. mutuality تو رابطه به این معناست. mutuality means caring about both people، به هر دو طرف اهمیت بدیم. یا without mutuality relationships become one-sided. بدون تعامل دو طرفه روابط تبدیل میشن به روابط یک طرفه، one-sided. پس این هم کلمه mutuality. و اما سومین مهارتی که خانم ژان بهش می‌پردازه چیه؟ مهارت emotion regulation، تنظیم احساسات. این کلمه regulation رو قراره که با هم دیگه یادش بگیریم. و راجع به خود تنظیم احساسات بخوام صحبت کنم، یعنی چی؟ یعنی که ما بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم و بر اساس احساسات لحظه‌ایمون تصمیم نگیریم یا کاری نکنیم، که این چیزیه که قبل وارد اون رابطه شدن، حینش و بعدش خیلی میتونه کمکمون بکنه. مثلا واسه قبل یا حینش بخوام مثال بزنم، فرض کن که کراشت یا اون کسی که حالا باهاش تو رابطه هستی، مثلا بهش تکست زدی و منتظری که اون تکست رو جواب بده. اگه من این ایموشن رگولیشن رو نداشته باشم، این تنظیم احساسات رو نداشته باشم، نتونم احساساتمو کنترل کنم، چه اتفاقی میفته؟ هی مثلا گوشو چک کنم، هی کلافم، هی ثانیه شماره میکنم، منتظرم که در واقع تکستمو جواب بده. ممکنه مثلا سر همین احساساتم فکر بدی بزنم به بعد در اثر اون فکر رو مثلا خرابکاری بکنم. اگه تنظیم احساسات نداشته باشیم چنین اتفاقی میفته. یا مثلا واسه بعد رابطه بخوام مثال بزنم، مثلا با طرف بریک اپ می‌کنی، با هم دیگه به هم میزنین و اون رابطه تموم میشه و اگه من این تنظیم احساسات رو نداشته باشم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ خب بالاخره هممون یه فاز دپرسوری داریم، بعدش یه غم و اندوهی داریم بعد تموم شدن رابطه. و اگه من مثلا نتونم احساساتم رو کنترل بکنم، ممکنه که مثلا تصمیم بگیرم که یا گوشی بعدم بهش زنگ بزنم مثلا برگردیم به رابطه، در صورتی که مثلا جفتمون به این نتیجه رسیدیم که مثلا این رابطه به جای خوبی ختم نمیشه و به هم دیگه مثلا نمیخوریم، بهتره که با هم دیگه در ارتباط نباشیم. اما به خاطر یه احساسات لحظه‌ای، مثلا فرض کن الکل می‌خوری بعد یادت اکست می‌افتی و می‌خوای که مثلا بهش پیام بدی، این ایموشن رگولیشن رو اگه نداشته باشم، شروع می‌کنم تکست دادن که مثلا بیا به هم دیگه برگردیم و اینجا حتی ممکنه اون حرمتی هم که داری از بین بره. مثلا ممکنه آویزون به نظر بیایی و یه حالت ناخوشایندی کلا به دست بده و بعدش حتی باهاتش عذاب وجدان پیدا کنی. ولی اگه تنظیم احساسات بلد باشی و این مهارت رو خوب روش کار کرده باشی، این اتفاق نمیافته، مخصوصا موقعی که اصلا به هم دیگه نمیای و بهتره که همون جدا از هم بمونین و خودتو کنترل میکنی، کارهای غیر معقولانه نمیکنی. این میشه emotion regulation. حالا بریم سراغ کلمه regulation و اون رو با هم دیگه یاد بگیریم. حالا کلمه regulation به چه معنی هستش؟ اول به تلفظش دقت کنید. اس کجای کلمه است؟ میگم regulation. اس رو بخش لی هستش و این کلمه
از فعل regulate میاد. regulate یعنی تنظیم کردن و خود کلمه regulate از ریشه لاتین رگولا میاد. رگولا به معنی رول هستش. رول به عنوان اسم یعنی قانون و قاعده و اینجور چیزا و به عنوان فعل یعنی حکمرانی کردن. و چند تا از همخانواده‌اشو بخوایم با هم دیگه یاد بگیریم، یکیش که همین روله، در واقع همخانواده همین regulation و regulate. یکیش همین کلمه رول هستش که راجعش صحبت کردیم الان و یک کلمه دیگه مثلا ruler به معنی خطکشی. خطکش چیکار میکنه؟ خط رو تنظیم میکنه که صاف باشه دیگه. اونم داره باز تنظیم میکنه خطت رو. یا مثلا کلمه regular به معنی با برنامه یا طبق برنامه، طبق قاعده، یه همچین معنی میده. یا مثلا کلمه رژیم. در واقع رژیم چیه؟ یه سیستمیه که برای کشوری حکمرانی میکنه و یه سری قوانین و قواعد رو تنظیم میکنه. همه اینا با هم دیگه هم خانواده هستن. حالا در واقع تعریف انگلیسیشو بخوایم با هم دیگه یاد بگیریم، اون پسوند شن یا TION هم که غالبا آخر اسم ها میبینیم، اینم حواستون باشه. تعریف انگلیسیش the act or process of controlling or managing something، یعنی عمل یا فرایند کنترل کردن یا اداره کردن، مدیریت کردن چیزی. یا مثلا توی روانشناسی the ability to manage emotions or behavior effectively، یعنی قابلیت این که بتونیم احساسات و یا رفتار رو به صورت مؤثر مدیریت کنیم، منیج کنیم. پس میشه تنظیم، مدیریت و کنترل. و چند تا کالوکیشن رایج هم بخوایم باشه بگیریم، یکیش همین emotion regulation که میشه تنظیم در واقع احساسات، اینکه بتونیم احساسات رو کنترل بکنیم. یا self regulation یعنی خود تنظیمی، بتونیم خودمون رو کنترل کنیم. یا government regulation به معنی مثلا مقررات دولتی، معنی مقررات هم میتونه بده. یا regulation of emotions که همون ترکیب اولی است، منتها برعکسشه، تنظیم احساسات باز. و چند تا مثال هم بخوایم باش یاد بگیریم، مثلا good emotion regulation leads to healthier relationships، یعنی این تنظیم احساسات خوب، اگه بتونیم مثلا خوب احساساتمون رو تنظیم و کنترل کنیم، منجر میشه به لیدم که از همون کلمه لیدر میاد دیگه، یعنی هدایت کردن، به فلان جا فلان چیز منجر شدن، منجر میشه به روابط سالم‌تر. یا children gradually learn self regulation، یعنی که کودکان به تدریج خود تنظیمی رو یاد میگیرن. یا emotion regulation helps people make better decisions، یعنی کنترل احساسات یا تنظیم احساسات به مردم، به افراد کمک میکنه که تصمیمات بهتری بگیرن. پس این هم معنی regulation بود از ویدیو امروز. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید واقع شده باشه و لذت برده باشین از این ویدیو. اگه دوستش داشتین و براتون مفید بود، حتما لطفاً حمایت کنین، لایک کنین، کامنت کنین و اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین و هر نظر، انتقادی، پیشنهادی هم دارین خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها واسم بنویسین. حتما همه کامنت ها رو چک کنم و بازم ببخشید بابت این تغییراتی که توی نورپردازی به وجود اومد. امیدوارم که نور جدید اوکی بوده باشه و سعی می‌کنم که در ویدیو بعدی اقدامات لازم رو بکنم که دوباره این مشکل نور پیش نیاد. پس این ویدیو امروزم و توی ویدیو بعدی میریم سراغ زنگ بعدی و تا ویدیو بعدی فعلا.